سلام به همه دوستان. خوش اومدید به قسمت 12 از دوره رایگان آموزش سی شارپ. تا اینجای دوره یاد گرفتیم چطور با استفاده از متدها کدهامون رو مرتب‌تر و قابل استفاده مجدد کنیم. اما هنوز یک سوال مهم باقی مونده. اگر بخوایم یک متد اطلاعاتی از ما دریافت کنه باید چه کار کنیم؟ و اگر بخوایم متد بعد از انجام عملیات یک نتیجه به ما برگردونه چطور باید این کار رو انجام بدیم؟ در این قسمت دقیقاً قراره با دو مفهوم بسیار مهم یعنی پارامتر و ریترن ولیو آشنا بشیم. این دو مفهوم تقریباً در تمام پروژه‌های واقعی سی شارپ استفاده میشن و یادگیری اونها برای ورود به مباحث شیءگرایی و ASP.NET کاملاً ضروریه. قبل از اینکه وارد مبحث جدید بشیم اجازه بدید خیلی سریع قسمت قبل رو مرور کنیم. در قسمت 11 یاد گرفتیم که متدها برای جلوگیری از تکرار کد استفاده میشن. دیدیم که چطور یک متد تعریف کنیم، چطور اون رو صدا بزنیم و چرا استفاده از متد باعث خواناتر شدن برنامه میشه. اما متدهایی که تا الان نوشتیم هیچ ورودی دریافت نمی‌کردن و هیچ خروجی هم بر نمیگردوندن. امروز دقیقاً قراره این محدودیت رو برطرف کنیم. فرض کنید میخوایم متدی بنویسیم که اسم افراد مختلف رو چاپ کنه. حالا ببینیم اولین راهی که ممکنه به ذهنمون برسه چیه. یک راه اینه که برای هر نفر یک متد جدا بنویسیم. مثلا برای علی یک متد به اسم سی علی. بعد برای سارا یک متد جدید. برای رضا هم یک متد جدید. و به همین شکل برای هر شخص یک متد جدید. ولی این روش اصلا منطقی نیست چون داریم یک کد تقریبا مشابه را بارها و بارها تکرار میکنیم. حالا فرض کنید به جای 3 نفر 100 نفر داشته باشیم. یعنی باید 100 تا متد مختلف بنویسیم. هر بار فقط اسم داخل متد رو عوض کنیم. این یعنی کلی کد تکراری. هم زمان بیشتری از ما میگیره، هم نگهداری پروژه سخت‌تر میشه و اگر بخوایم تغییری ایجاد کنیم باید همه این متدها رو بررسی کنیم. پس بهترین راه چیه؟ به جای اینکه برای هر نفر یک متد جدا بنویسیم فقط یک متد میسازیم و اسم هر شخص رو موقع صدا زدن متد بهش میدیم. اطلاعاتی که هنگام فراخوانی متد به اون ارسال میکنیم پارامتر یا پارامتر نام داره. در این مثال متغیر نیم یک پارامتره. یعنی هر مقداری که به این پارامتر بدیم داخل متد قابل استفاده خواهد بود. در قسمت بعدی یاد میگیریم چطور این متد رو فراخوانی کنیم و مقادیر مختلف رو به پارامتر ارسال کنیم. حالا بریم داخل ویژوال استودیو. یک متد به اسم سی هلو ایجاد میکنیم. داخل پرانتز عبارت استرینگ نیم رو میبینید. این قسمت همون پارامتر هست. یعنی هر کس این متد رو صدا بزنه باید یک مقدار از نوع رشته برای متد ارسال کنه. بعد داخل بدنه متد فقط مقدار دریافت شده رو چاپ میکنیم. پس متد دیگه وابسته به یک اسم خاص نیست و میتونه هر رشته‌ای رو نمایش بده. تا اینجا چند بار از کلمه پارامتر استفاده کردیم. اما یک اصطلاح دیگه وجود داره که خیلی وقتا با پارامتر اشتباه گرفته میشه. اون هم آرگومنت هست.
این دوتا خیلی به هم نزدیک هستن اما یک تفاوت مهم دارن. پارامتر همون متغیریه که داخل تعریف متد، مثلا اگر داخل متد بنویسیم عبارت string name یک پارامتر محسوب میشه، ولی وقتی متد رو اینطوری صدا بزنیم عبارت علی یک آرگومنت هست. پس همیشه یادتون باشه پارامتر داخل تعریف متده، آرگومنت موقع اجرای متد ارسال میشه. حالا بریم داخل ویژوال استودیو. اینجا همون متدی رو که ساختیم نگه داشتیم. اما این بار 3 بار اون رو صدا زدیم. بار اول مقدار علی رو فرستادیم. بار دوم سارا. بار سوم رضا. هر بار که متد اجرا میشه مقدار جدید داخل پارامتر قرار میگیره و همون مقدار چاپ میشه. یعنی بدون اینکه 3 متد مختلف بنویسیم فقط با ارسال آرگومنت های متفاوت خروجی های متفاوت دریافت میکنیم. همانطور که میبینید بدنه متد هیچ تغییری نکرده، فقط مقدار ورودی تغییر کرده. همین باعث شد خروجی های متفاوت داشته باشیم. این یکی از مهمترین مزیت‌های استفاده از پارامتر هاست. هر چقدر برنامه بزرگتر بشه بیشتر متوجه ارزش این قابلیت خواهید شد. البته متدها محدود به یک پارامتر نیستن. ما میتونیم چندین پارامتر مختلف داشته باشیم. مثلا فرض کنید بخوایم نام، سن و معدل یک دانش آموز رو به متد ارسال کنیم. در این حالت متد میتونه همزمان چند ورودی مختلف دریافت کنه. فقط باید ترتیب ارسال مقادیر با ترتیب پارامترهای یکسان باشه. اگر ترتیب رو اشتباه وارد کنیم برنامه خطا میده یا ممکن نتیجه‌ای که انتظار داریم رو نگیریم. پس همیشه به نوع داده ها و هم به ترتیب اونها دقت کنید. تا اینجا یاد گرفتیم چطور اطلاعات رو به متد ارسال کنیم. اما یک سوال مهمتر داریم. اگر متد یک محاسبه انجام بده چطور میتونیم نتیجه اون محاسبه رو دوباره به قسمتی از برنامه که کد متد رو صدا زده برگردونیم؟ اینجاست که مفهوم ریترن وارد میشه. ریترن یعنی متد بعد از انجام کاری یک مقدار رو به محل فراخوانی خودش برگردونه. اینجا یک متد به اسم سام داریم. این متد دو پارامتر دریافت میکنه A و B. اما یک تفاوت مهم با مثالهای قبلی داره. قبل از اسم متد به جای void نوشتیم int. یعنی این متد قراره در نهایت یک مقدار از نوع int برگردونه.
داخل متد هم با استفاده از ریترن نتیجه جمع A و B رو برگردوندیم. حالا که متد یک مقدار رو برمیگردونه میتونیم نتیجه اون رو دریافت کنیم و در قسمت‌های دیگه برنامه ازش استفاده کنیم. اینجا متد سام رو داریم که دو مقدار دریافت میکند. اینجا متد سام رو با دو مقدار 5 و 10 صدا زدیم. متد این دو مقدار رو دریافت میکنه، اونها رو با هم جمع میکنه و نتیجه یعنی 15 با استفاده از ریترن برگردونده میشه. بعد این مقدار رو داخل یک متغیری به اسم ریزالت ذخیره کردیم و در نهایت مقدار ریزالت رو چاپ کردیم. پس اینجا یک نکته خیلی مهم داریم. متد فقط کاری رو انجام نداده بلکه نتیجه کارش رو هم به ما برگردونده. حالا بیایید void و متدی که مقدار برمیگردونه را با هم مقایسه کنیم. وقتی متد void باشه یعنی قرار نیست یک مقدار رو به محل فراخوانی خودش برگردونه. این متد فقط یک کار انجام میده، یعنی هلو رو چاپ میکنه. اما اگر متد اینت یا مثلا استرینگ باشه انتظار داریم یک مقدار مناسب از همون نوع برگردونه. اینجا چون نوع خروجی اینت هست مقدار برگشته هم باید از نوع اینت باشه. بنابراین خیلی ساده اگر بخوایم به خاطر بسپاریم void یعنی متد مقداری رو بر نمیگردونه و ریترن یعنی یک مقدار رو از متد برمیگردونیم. حالا یک مثال کاربردی تر ببینیم. فرض کنید میخوایم متدی داشته باشیم که مربع یک عدد رو حساب کنه. به جای اینکه داخل متد مستقیما نتیجه رو چاپ کنیم میتونیم نتیجه رو برگردونیم. اینجا متد اسکوار یک عدد دریافت میکنه. عدد رو در خودش ضرب میکنه و نتیجه رو با ریترن برمیگردونه. وقتی اسکوار 5 رو صدا میزنیم مقدار 25 برمیگرده. بعد این مقدار رو داخل ریزالت قرار میدیم. حالا نتیجه رو چاپ میکنیم. مزیت این روش اینه که نتیجه متد رو فقط چاپ نمی کنیم. میتونیم اون رو داخل یک متغیر ذخیره کنیم. داخل یک محاسبه دیگه استفاده کنیم یا حتی به یک متد دیگه ارسال کنیم. این دقیقاً جاییه که ریترن ولیو در پروژه های واقعی خیلی کاربردی میشه. تا اینجا با پارامتر و ریترن آشنا شدیم. اما قبل از این که بریم سراغ تمرین ها چند اشتباه رایج رو هم بررسی کنیم که موقع نوشتن متد ها ممکنه باهاش مواجه بشید. اولین مورد نوع داده است. این کد درست نیست چون متد گفته قرار است یک اینت برگردونه اما ما یک استرینگ برگردوندیم.
اشتباه بعدی اینه که نوع خروجی رو مشخص نمی کنیم و اصلا ریترن نداشته باشیم. مثلا اینجا گفتیم خروجی متد اینت هست اما هیچ مقداری بر نگردوندیم. یک اشتباه دیگه هم موقع فراخوانی متد اتفاق میفته. فرض کنید متد ما این باشه. این متد 2 پارامتر داره. پس موقع فراخوانی هم باید 2 آرگومنت مناسب براش ارسال کنیم. مثلا اینجا 2 مقدار ارسال کردیم. اما اگر فقط یک مقدار بفرستیم برنامه با خطا مواجه میشه. پس همیشه به تعداد و نوع پارامترها دقت کنید. خب حالا نوبت شماست که خودتون دست به کد بشید. 3 تمرین براتون دارم که پیشنهاد میکنم حتما خودتون قبل از دیدن جواب حلشون کنید. تمرین اول، یک متد بنویسید که 2 عدد دریافت کنه و حاصل جمع اونها رو با استفاده از ریترن برگردونه. مثلا متدی شبیه اینت سام پرانتز باز اینت a ویرگول اینت b پرانتز بسته، اما پیاده سازی کاملش با خود شما. تمرین دوم، یک متد بنویسید که یک عدد دریافت کنه و مربع اون عدد رو برگردونه. مثلا اینت اسکوار پرانتز باز اینت نامبر پرانتز بسته. اینجا باید عدد رو در خودش ضرب کنید و نتیجه رو با ریترن برگردونید. و تمرین سوم، یک متد بنویسید که نام یک کاربر رو به عنوان پارامتر دریافت کنه و اون رو چاپ کنه. مثلا void say hello پرانتز باز string name پرانتز بسته. اینجا میتونید یک پیام خوش آمدگویی برای کاربر نمایش بدید. و در پایان پیشنهاد میکنم قبل از اینکه جواب تمرین ها رو ببینید خودتون چند دقیقه برای حلشون وقت بذارید. و حتی اگر اولش به جواب نرسیدید سعی کنید خودتون مسیر حل مسئله رو پیدا کنید. اگر هم دوست داشتید کدتون رو در قسمت کامنت های همین ویدیو بنویسید تا با هم بررسی کنیم. خب بعد از این تمرین بریم سراغ جمع‌بندی این قسمت. خب بریم یک جمع‌بندی کوتاه از چیزهایی که امروز یاد گرفتیم. در این قسمت با پارامتر آشنا شدیم. یاد گرفتیم پارامترها برای دریافت اطلاعات توسط متد استفاده میشن. بعد با مفهوم آرگومنت آشنا شدیم و دیدیم مقداری که هنگام فراخوانی متد ارسال میکنیم آرگومنت نام دارد. یاد گرفتیم یه متد میتونه چند پارامتر داشته باشه. بعد سراغ ریترن رفتیم. دیدیم که با ریترن میتونیم نتیجه اجرای یک متد رو به محل فراخوانی برگردونیم. و در نهایت تفاوت بین void و متدهایی که مقدار برمیگردونند رو بررسی کردیم. پس اگر بخوام خیلی خلاصه بگم، پارامتر برای وارد کردن اطلاعات به متده و ریترن برای برگردوندن نتیجه از متده. این دو مفهوم از پایه‌های مهم کار با متدها در سی شارپ هستند و از این به بعد تقریبا در تمام پروژه‌هایی که با سی شارپ کار می‌کنیم باهاشون سر و کار داریم. در قسمت بعدی می‌خوایم یک قابلیت جالب دیگه از متدها رو یاد بگیریم. چطور میتونیم چند متد با یک نام یکسان داشته باشیم ولی هر کدوم پارامترهای متفاوتی دریافت کنند. این قابلیت رو متد اووررایدینگ میگیم. پس اگر میخواید این مبحث رو هم یاد بگیرید قسمت بعدی رو از دست ندید. اگر این قسمت براتون مفید بود ویدیو رو لایک کنید، تمرین ها رو انجام بدید و کانال شارپ لب استودیو رو سابسکرایب کنید. ممنون که تا اینجا همراه من بودید. تا قسمت بعد موفق باشید.